از من متأهل روانشناس به تویی که هنوز مجردی. دوست داشتن قشنگه، خیلی هم قشنگه، اما وقتی قرار باشه باهاش زندگی بسازیم فقط خود اون آدم مهم نیست. منم یه روز فکر میکردم اگه خیلی دوستش داشته باشم همه چی خودش درست میشه، اما زندگی فقط اون اوایل رابطه نیست، خانوادش هم هست، باورهاش، نظرش در مورد زن بودن، رفتارش با آدم‌هایی که از خودش پایین‌ترن، رفتارش با حیوانات، همه اینا خیلی مهمه و اونجاست که تازه میفهمی عشق فقط شروع ماجراست. تو فکر میکنی اگه دوستش دارم و دوستم داره کافیه، اما یه روز میبینی واسه ساده ترین خواسته ها باید با فرهنگ و تربیت و باورهاش بجنگی که اصلا ازش خبر نداشتی. ازدواج یعنی تمرین دیدن، شنیدن، تحمل، گاهی جنگیدن، گاهی گذشتن، گاهی سکوت، اما مهمتر از همه شناختن خودت. چون اگه خودتو نشناسی هر رابطه یه تکرار از مشکلات قبل میشه. اگه دنبال ساختن یه رابطه هدفمندی حتما پیجامو داشته باش.